بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یا ایها الناس اتقوا ربکم این زلزلة الساعة شیء عظیم. ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید. بی تردید زلزله قیامت حادثه هولناکی است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. روزی که آن را می‌بینید آنچنان وحشت سراپای همه را فرا می‌گیرد که هر مادر شیردهی کودک شیرخوارش را فراموش می‌کند و هر بارداری جنین خود را بر زمین می‌نهد و مردم را مست می‌بینی در حالی که مست نیستند، بلکه عذاب الله شدید است. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید. و از میان مردم کسی هست که بدون هیچ دانشی درباره الله به مجادله برخاسته و از هر شیطان سرکشی پیروی می کند. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. در قضای الهی بر شیطان مقرر شده است که هر کس او را به دوستی بگیرد قطعاً وی را گمراه می سازد و به عذاب آتش می کشاند. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج. ای مردم، اگر درباره برانگیخته شدن در قیامت تردید دارید، پس بدانید که همانا ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و آنگاه از خون بسته شده، سپس از پاره گوشتی شکل یافته و بعضن شکل نایافته تا قدرت خود را برایتان آشکار سازیم و هرچرا که بخواهیم تا مدتی معین در رحم مادران نگه می داریم. آنگاه شما را به صورت نوزادی بیرون می آوریم، سپس زندگی شما را ادامه می دهیم تا به حد رشد و بلوغ خود برسید و برخی از شما در دوران جوانی می میرد و برخی از شما آنقدر عمر می کند که به نهایت فرتوتی و کهنسالی می رسد
تا آنکه پس از آن همه علم و دانش همه را فراموش می کند و چیزی نمی داند. و باز مثالی دیگر، زمین را خشکیده می بینی، ولی چون آب باران بر آن فرو می فرستیم به جنبش در می آید و رشد می کند و از هر نوع گیاه زیبا می رویاند. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. این شگفتی های خلقت به خاطر آن است که بدانید الله حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و این که او بر هر کاری تواناست. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. و اینکه قیامت آمدنی است و تردیدی در آن نیست و اینکه الله همه کسانی را که در گورها هستند برمی‌انگیزد. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. و از میان مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی بخشی درباره الله مجادله می کند. ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. از روی تکبر پشت می کند تا مردم را از راه الله گمراه کند. در این دنیا برای او خفت و خواری است و روز قیامت عذاب آتش سوزان را به او می چشانیم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبید. این کیفر در برابر اعمالی است که از پیش فرستاده است و بیگمان الله هرگز به بندگان ستم نمی کند. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. و از میان مردم کسی هست که الله را با تردید می پرستد و ایمانش ضعیف است. پس اگر خیری به او برسد دلش به آن آرام می گیرد و اگر بلایی برای آزمایش به او برسد روی می گرداند و به کفر باز می گردد. او در دنیا و آخرت زیان کرده است. این همان زیان آشکار است. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. او به جای الله چیزی را می‌خواند که نه زیانی به او میرساند و نه سودی به او میبخشد. این همان گمراهی دور و دراز است. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. او کسی را می‌خواند که زیانش نزدیکتر از نفعش است. چه بد دوست و یاوری و چه بد همدم و معاشری است. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بیگمان الله کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است. بی تردید الله آنچه را که می خواهد انجام می دهد.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما یغیظ. کسی که گمان می کند که الله پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و بدین خاطر عصبانی است، ریسمانی به سقف خانه‌اش بیاویزد و راه نفس را قطع کند و تا سرحد مرگ پیش رود. آنگاه بنگرد که آیا این تدبیر خشمش را از میان خواهد برد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. و بدین گونه ما این قرآن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و بیگمان الله هر کس را که بخواهد هدایت می کند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. یقیناً کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و سابئان و نصارا و مجوس و کسانی که به الله شرک آوردند، الله در میان آنان روز قیامت داوری می کند. بیگمان الله بر هر چیزی گواه است. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ندیدی که هر که در آسمان ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم همگی برای الله سجده می کنند و بسیاری هستند که از پرستش سرپیچی می کنند، پس فرمان عذاب بر آنان تحقق یافته است و هر که را الله خوار سازد کسی او را گرامی نخواهد داشت. بیگمان الله هر چه بخواهد انجام می دهد. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. این دو گروه مؤمنان و کافران دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان ستیز می کنند. پس کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برایشان بریده شده و از بالای سرشان بر آنها آب جوشان ریخته می شود. یصهر به ما فی بطونهم والجلود. که آنچه در درونشان هست و نیز پوستهایشان با آن گداخته می شود. ولهم مقامع من حدید. و برای سرکوفتن آنان گرزهای آهنین مهیاست. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هرگاه بخواهند از شدت اندوه از آنجا خارج شوند به آن بازگردانده می شوند و به آنان گفته می شود عذاب سوزان را بچشید.
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بیگمان الله کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند به باغ‌های از بهشت وارد می کند که از زیر درختان آن جویبارها جاری است. در آنجا به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته می شوند و در آنجا لباسشان ابریشم است. و هدوء الی الطیب من القول و هدوء الی صراط الحمید. و در دنیا به سوی گفتار پاک توحید هدایت می شوند و به راه ستوده اسلام راهنمایی می‌گردند. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بیگمان کسانی که کفر ورزیدند و مردم را از راه الله و مسجد الحرام که آن را برای مردم قرار دادیم و مقیم و مسافر در آن یکسانند باز می‌دارند و نیز هر که در آنجا کجروی و ستمکاری بخواهد او را عذابی دردناک می‌چشانیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و یاد کن آنگاه را که محل خانه کعبه را برای ابراهیم تعیین کردیم و گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه مرا برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک گردان. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. و در میان مردم برای ادای حج ندا بده تا پیاده و سوار بر هر مرکب و شتر لاغری از هر راه دوری به سوی تو بیایند. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تا شاهد منافع گوناگون خیش باشند و در روزهای معین به هنگام قربانی نام الله را بر 4 پایانی که به آنان روزی داده ایم یاد کنند. پس از گوشت آن بخورید و بینوای تهیدست را نیز اطعام کنید. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سپس باید آلودگی‌هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه کهن کعبه طواف کنند. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حکم حج این است و هر کس
محرمات و مقررات الهی را بزرگ بدارد، این کار نزد پروردگارش برای او بهتر است. و 4 پایانی برای شما حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده می شود. پس از پلیدی بت‌ها دوری کنید و از گفتار باطل و دروغ اجتناب نمایید. حنفاء لله غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. در حالی که حق‌گرا و خالصانه برای الله باشید و به او شرک نورزید و هر کس به الله شرک ورزد گویی از آسمان فرو افتاده و مرغان شکاری وی را ربوده اند یا باد او را به جایی دور افکنده است. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حکم حج این است و کسی که دستورهای الهی را بزرگ بشمارد بیگمان این کار نشانه ای از پرهیزکاری دلهاست. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. در آن 4 پایان قربانی تا زمان معین برای شما منافع و بهره‌هایی است. پس قربانگاه آنان خانه کهن کعبه است. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. و برای هر امتی رسم قربانی دادیم تا نام الله را به هنگام ذبح بر 4 پایانی که روزیشان کرده است ذکر کنند. پس معبود شما معبود یگانه است، همه برای او تسلیم شوید. و ای پیامبر به فروتنان بشارت ده الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همان کسانی که چون نام الله برده شود دلهایشان ترسان می گردد و کسانی که در برابر مصیبت‌هایی که به ایشان میرسد شکیبا هستند و آنان که نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می‌کنند. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قربانی کردن شتران فربه در موسم حج را از اوامر الهی برای شما قرار دادیم. در این کار برایتان خیر و برکت است. پس هنگام قربانی در حالی که شتران بر پا ایستاده اند نام الله را بر آنها ببرید و نحرشان کنید. آنگاه چون بر خاک افتادند از گوشتشان بخورید و مستمندان و سائلان را نیز اطعام کنید. ما آنها را این چنین به خدمت شما گماشتیم، باشد که سپاس گذارید. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین. هرگز گوشت و خون این قربانی ها به الله نمی رسد، بلکه پرهیزکاری شماست که به او می رسد. او آنها را این چنین به خدمت شما گماشته تا الله را به شکرانه آن که شما را هدایت نموده است بزرگ بشمارید و نیکوکاران را به پاداش الهی بشارت بده. ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. بی تردید الله از کسانی که ایمان آورده اند در برابر دشمنانشان دفاع می کند. بیگمان الله هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم واقع شده اند و یقینا الله بر یاری ایشان تواناست. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز. همان کسانی که به ناحق از دیارشان رانده شدند و گناهی نداشتند جز این که می گفتند پروردگار ما الله است، و اگر الله ظلم و کفر بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد، بیگمان صومعه های راهبان و معابد مسیحیان و عبادتگاه های یهودیان و مساجدی که نام الله در آنان بسیار برده می شود ویران می گردید. و بی تردید الله کسی را که دین او را یاری دهد یاری می کند. بیگمان الله قدرتمند شکست ناپذیر است. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. همان کسانی که هرگاه در زمین به آنان قدرت و حکومت ببخشیم نماز برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها از آن الله است. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. ای پیامبر، اگر این قوم بت پرست تو را تکذیب می کنند غمگین نباش، به راستی پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند. و قوم ابراهیم و قوم لوط. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط. و اصحاب مدین و کذب موسی فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. و اصحاب مدین شعیب را تکذیب کردند و موسی نیز توسط فرعونیان تکذیب شد، پس به کافران مهلت دادم، آنگاه آنان را به عذاب فرو گرفتم، پس بنگر که نتیجه انکار و عقوبت من چگونه بود. فکأین من
قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشید. و چه بسیار شهرها را که چون مردمش ستمکار بود نابود کردیم و اینک سقفها و دیوارهایش فرو ریخته است و چه بسیار چاههای آب که بی رونق مانده و چه بسیار قصر استوار و مرتفع که ساکنانش را از عذاب الهی نجات نداد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آیا آنان در زمین گردش نکرده اند تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن دریابند یا گوشهایی که اخبار گذشتگان را با آن بشنوند؟ به راستی تنها چشمها نیست که نابینا می گردد، بلکه دلهایی که در سینه هاست بی بصیرت گشته و برای دیدن حق نابینا می شود. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. کافران به شتاب از تو درخواست عذاب می کنند و الله هرگز وعده‌اش را خلاف نمی کند و بیگمان یک روز از عذاب آخرت نزد پروردگارت به حساب شما 1000 سال است. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. و چه بسیار اهالی شهرها که به آنان مهلت دادم در حالی که ستمکار بودند اما باز هم سرپیچی کردند، پس آنان را به عذاب فرو گرفتم و بازگشت همه به سوی من است. قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین. ای پیامبر بگو ای مردم جز این نیست که من برای شما بیم دهنده آشکارم. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنان آمرزش و روزی نیک در پیش است. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. و کسانی که در راه انکار و تکذیب آیات ما میکوشند تا به پندار خیش ما را درمانده کنند آنان اهل دوزخند. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. و ما هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه چون آیات ما را تلاوت می کرد شیطان در تلاوتش الغای شبهه می نمود. آنگاه الله آنچه را که شیطان الغا می کرد از میان می برد و سپس آیات خیش را استوار و محکم می داشت و الله دانای حکیم است.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفی شقاق بعید. تا بدین وسیله الله آنچه را که شیطان القا می کند مایه آزمایش بیمار دلان و سخت دلان قرار دهد و بیگمان ستمکاران در مخالفت و دشمنی دور و درازی هستند. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. و تا کسانی که دانش یافته اند بدانند که این قرآن حق است و از جانب پروردگار توست و بدان ایمان آورند و دلهایشان برای آن فروتن گردد و به راستی الله کسانی را که ایمان آورده اند به سوی راهی راست هدایت می کند. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. کافران همواره در مورد قرآن تردید دارند تا آنکه ناگهان قیامت فرا رسد یا عذاب روز سهمگین بر آنان فرود آید. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. در آن روز فرمان روایی از آن الله است و میان آنان داوری می کند. پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پرنعمت بهشت هستند. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند برای آنان عذاب خار کننده‌ای در پیش است. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. و کسانی که در راه الله هجرت کردند سپس کشته شدند یا وفات کردند مسلماً الله به آنان روزی نیکویی می‌دهد. یقیناً الله بهترین روزی دهندگان است. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. بیشک آنان را به جایگاهی وارد می‌کند که از آن خوشنود باشند و بیگمان الله دانای بردبار است. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. آری مطلب چنین است و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس باز مورد ستم قرار گیرد الله او را یاری خواهد کرد. یقینا الله بخشنده آمرزنده است. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. این یاری مظلومان از آن روست که الله بر هر کاری تواناست، چنان که شب را در روز داخل می کند و روز را در شب در می آورد
و بیگمان الله شنوای بیناست. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این بدان سبب است که الله حق است و آنچه را که جز او می‌خوانند باطل است و به راستی که الله بلند مرتبه بزرگ است. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیا ندیدی که الله از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین بر اثر آن سبز و خرم می گردد؟ بیگمان الله باریک بین آگاه است. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحمید. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و بی تردید الله بی نیاز ستوده است. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحیم. آیا ندیدی که الله آنچه را در زمین است به خدمت شما گماشته است و نیز کشتی‌ها به فرمانش در دریا روانند و آسمان را نگه می‌دارد که جز به اجازه او بر زمین نیفتد؟ بیگمان الله نسبت به مردم دلسوز مهربان است. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. و اوست که شما را زنده کرد سپس میراند و آنگاه بار دیگر زنده می کند. به راستی که انسان بسیار ناسپاس است. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم. برای هر امتی آیینی مقرر کردیم که آنها بدان عمل می کنند، پس نباید در این امر با تو به ستیز برخیزند و به راه پروردگارت دعوت کن، زیرا تو بر راهی راست قرار داری. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. و اگر با تو مجادله کردند پس بگو الله به آنچه انجام می‌دهید داناتر است. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله روز قیامت بین شما در مورد آنچه در آن اختلاف می کردید داوری می کند. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا ندانسته ای که الله آنچه را در آسمان و زمین است می‌داند؟ بیگمان همه اینها در کتابی ثبت است. مسلماً این کار بر الله آسان است. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. و آنان
به جای الله چیزی را می پرستند که او هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده است و بدان آگاهی و شناختی ندارند و برای ستمکاران در برابر عذاب الهی هیچ یاوری نیست. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود، در چهره کسانی که کافر شدند آثار ناخوشی و انکار را می بینی. نزدیک است بر کسانی که آیات ما را بر آنان می‌خوانند حمله ور شوند. بگو آیا شما را به بدتر از این که در انتظار شماست خبر دهم؟ آتش دوزخ است که الله به کسانی که کافر شدند وعده داده است و چه بد سرانجامی است. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مثلی زده شده است، پس به آن گوش دهید. بیگمان کسانی را که به جای الله به پرستش می‌خوانید هرگز حتی نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، حتی اگر همگی برای این کار جمع شوند، و اگر مگس چیزی را از آنان برباید نمی‌توانند از آن باز پس گیرند. آری، طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوی عزیز. آنان الله را چنان که سزاوار اوست نشناختند. بی تردید الله نیرومند شکست ناپذیر است. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سمیع بصیر. الله از میان فرشتگان فرستادگانی برای ابلاغ وحی به پیامبران برمیگزیند و از میان انسانها نیز پیامبرانی برای رساندن پیام الهی به مردم. بیگمان الله شنوای بیناست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. او گذشته و آینده آنان را می‌داند و همه کارها به سوی الله بازگردانده می‌شود. یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید. وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
فنعم المولى و نعم النصیر. و در راه الله چنان که سزاوار جهاد در راه اوست جهاد کنید. او شما را برگزید و در دین برای شما هیچ سختی و تنگنایی قرار نداد. آیین پدرتان ابراهیم نیز چنین بوده است. الله پیش از این در کتاب‌های آسمانی پیشین و در این قرآن شما را مسلمان نامید تا پیامبر بر ابلاغ رسالتش به شما گواه باشد و شما نیز بر مردم گواه باشید که پیامبران پیام الهی را به قوم خود رساندند. پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به الله پناه ببرید و بر او توکل کنید که او سرور شماست. چه نیکو سرور و چه نیک یاوری است.